سلام، مریم هستم. اومدم با یه آموزش دیگه که پیشنهاد میکنم اصلا از دستش ندید. سری قبل که تکنیک آبرنگ رو تو نقاشی دیجیتال بهتون یاد دادم، خیلیاتون اومدین گفتین که خب حالا ما چجوری کانوس یا صفحمون رو بافتار کنیم و بهش حالت کاغذی یا مقوایی بدیم. امروز اومدم تا 3 روش رو بهتون یاد بدم که بتونید کانوستون رو بافتار کنید. روش اول، این روش مختص به نرم افزار آیویس پینت. فقط کافیه برین تو قسمت لایه‌ها، بکشید به سمت پایین، قسمت بک‌گراند، روی مربع آخر کلیک کنید. یه پنجره براتون باز میشه که کلی بافت‌های مختلف داخلش قرار گرفته. اگر مثلا نسخه اصلی رو داشته باشین، بعضیشون قفله و برای نسخه پریمیوم یا همون پولیش بازه. اما نسخه کرک شده یا همون پرایمش که رایگان هم هست، میتونید هم از طریق کانال من داشته باشید، هم از سایت فارسوید که بدون محدودیت تمام این بافت‌ها براتون باز میشه. فقط یه دونه از این بافت‌ها باز بود که من اینجا واسهتون تستش کردم که میبینید که یه بافت پارچه‌ای بومو بهمون میده. روش دوم، کلیک میکنید روی یه آیکون که نماد عکس داره بالای صفحه سمت راست. دقت کنید که اینترنتتون حتما روشن باشه. روشی که خودم استفاده کردم برای نقاشی آبرنگم. میکشید سمت پایین، متریال پترن گری رو انتخاب میکنید. اینجا یه عالمه بافت و پترن وجود داره. مثلا این پترن یه بافت کاغذ مچاله شده بهمون میده که من الان انتخابش کردم. میتونید حتی با اون مربع وسط بافت رو کوچیک یا بزرگتر کنید. سایز مناسب رو انتخاب میکنم و تیکو میزنم. خب حالا برای اینکه این بافت روی نقاشیمون بشینه، میریم از تو قسمت لایه‌ها و مود همون لایه رو میذاریم روی مولتیپلای و شفافیت لایه رو تا جایی که نیازه کم میکنیم. این ویدیو رو حتما بفرست واسه اون دوست هنرمندت که به این آموزش نیاز داره و سیوش کن که گمش نکنی. خب میبینید که بافت به خوبی روی نقاشیمون نشست. اون بافتی که خودم در اصل برای نقاشیم استفاده کردم این یکی بافت بود. همون مراحل رو دوباره برای این یکی هم اجرا میکنم. روش سوم، این روش برای هر نرم افزاری که باهاش کار میکنید مثل پروکریت، فتوشاپ، اسکچ بوک و غیره کاربردیه. میرید توی پینترست یا مرورگرتون و عبارت‌های پیپر تکسچر یا پیپر پترن رو سرچ میکنید. عبارت‌ها رو کاملتر توی کپشن براتون مینویسم. عکس بافت دلخواهتون رو دانلود میکنید و توی گالری ذخیره میکنید. نرم افزار مورد نظرتون رو باز میکنید. من اینجا از طریق لایه‌ها و بعد آیکون دوربین عکس بافتی رو که دانلود کردم رو وارد نرم افزار میکنم و حالا سایزش رو تنظیم میکنم. و بعد مثل روش قبلی مود لایه‌شو میذارم روی حالت مولتیپلای و اگر نیاز بود شفافیت لایه رو کم میکنم. زیادی بافتم بزرگ شد، میتونم یه حرکت دیگه‌ای بزنم. مثلا وقتی که بافت وارد میکنم اینجا روی تیک ریپیت بزنم تا بافتم روی کل صفحه تکثیر بشه و مراحل بعدی هم دقیقاً عین مراحل قبل اجرا میشه. اینم از روش آخر این آموزش. حمایت یادتون نره عزیزای دلم. برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید.